آن شیر را ز سینه مادر مکیده ای. گفتم برات شب اول میدونی چرا اینجا هستی تو این همه جماعت؟ چرا تو عشق حسین و محبتشو داری؟ برای اینکه عشق ابی عبدالله رو اون وقتی که در آغوش مادر بودی، مادر در روضه ابی عبدالله اشک میریخت، اشک مادر با شیر عجین شد و تو از سینه مادر شیر و مکیدی. او عشقها برا امروز تو کار کرد. یعنی خدا این نعمتشم بر تو تمام کرد، محبت اهل بیت و عشق امام حسین. مهر حسین شیره جان بوده که از ازل آن شیره را ز سینه مادر مکیده ای. این افتخار ماست، این افتخار ماست که عمری در این جهان در سلک عاشقان حسین صف کشیده ای. حالا ببینم یه بیت من با دل تو عاشق ابی عبدالله چطور بازی میکنه. این جسم خاکی انسان در این مکان، او وقتی که حالی به دست میده اشک از چشات میاد، دلت میشکنه، روحت با محبت اهل بیت آمیخته میشه. این جسم و روحت یکی میشه، تو مجلس امام حسین دلت میشکنه. ببینم چقدر خریداره یه بیت ما. بی اختیار بی اختیار اشک غم از دیده ریختیم حسین. بی اختیار اشک غم از دیده ریختیم. هرگاه نام کرب و بلا را شنیده ایم، هرگاه نام کرب و بلا را شنیده ایم. چه شود که بر سر من به دم ممات آیی. شب آخر مجلس انشاءالله خدا را قسم بدیم با آبروی از زهرا هر چی میخوای با دست پر از این مجلس بگیری و بیرون بری. نام مادرش زهرا را باید برده بشه، اما چند بیت من برای تو مستمع ابی عبدالله بگم و انشاءالله گریه کنه ابی عبدالله، انشاءالله ما هم دعا کنیم. چه شود که بر سر من به دم ممات آیی، که مریضم و ندارم به جز از تو آشنایی. که مریضم و ندارم به جز از تو آشنایی. تو طبیب دردمندان، تو علاج قلب سوزان، تو پناه بی پناهان، تو به دردها دوایی. حسین به لحد شبی
تو آشنایی حسین من حسین من